رسما دارن اسم خلیج فارس رو به خلیج عربی تغییر میدن. ما باید جلوی این کار رو بگیریم. تنها کاری که باید بکنیم ما باید این پیام رو واسه گوگل مپ بفرستیم. تو کامنت هم هست. خب بچه اینجا گوگل مپ و نگاه کنید نوشته چی؟ نوشتن گلف و پایینش نوشته عربیان گلف. واقعا یه اسم فیک نوشته پایینش. ما باید تغییرش بدیم و باید بزنیم روی این گزینه. بعدش هم بزنیم روی راهنما و بازخورد، ارسال بازخورد درباره این محصول و بعدش هم بزنیم شروع کنیم. مجاز کردن دسترسی 1 بار. حالا گزارش مشکل رو میزنیم که یه چیز غیر عادی و خرابه کلا سایر موارد و بعدش هم مینویسی پیام. حالا این هم پیام. خب الان واسه شون نوشتیم. مثلا اون تیکه که میخوایم انتخاب میکنیم، ادامه رو میزنیم، اجازه میدیم بهشون بله و تمام. ما اینو کار کردیم و چند بار هم انجامش بدید. تمام. اگر خلیج پارس رو دوست داری بنویس درود بر شاهخواب پارس.